سلام دوستان، امروز اومدم برای معرفی ابزارها. ما در سیمبیچی دو دسته ابزار داریم. دسته اول ابزار تخصصی و دسته دوم ابزار عمومی. بزن بریم که ابزارها رو بهت نشون بدم. خب دوستان، بریم برای معرفی ابزارها. آلن، ستاره، انبردست، سیمچین، دنباریک، آچار یه سرتخت سررنگی، قیچی، فرچه، انبار قفلی، خطکش، مولتیمتر عقربه‌ای، مولتیمتر دیجیتال، کولیس، ست پیشگوشتی و فازمتر، انبر، کولیس و چراغ مطالعه، هویه، آچار فرانسه، ست سوهان زرگری، خار باز کن و خار جمع کن، پولیکش در دو تا سایز، قلم و سنبه نشان، آچار دو سررنگی، فرچه، تایلیور، سوهان، دستکش نسوز، درک، سنگفرز، چکش لاکی، چکش چوبی، شیارکوب و آچار طبقه‌ای، پیشگوشتی‌های طبقه‌ای، دماسنج‌های الکتروموتور، بوکس و فرز انگشتی. کاتر، لامپ تست، گیر رومیزی، سنگ فرز، کلاف پیچ و کمپرسور باد.